الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. در قرآن می‌فرماید استعین بالله و کلم الله موسی تکلیما، سخن کرد الله ذوالجلال با موسی سخن کردنی. خداوند گفت که ای موسی برای من چی کردی، چی عمل انجام دادی که اون عمل محبوب من باشد؟ موسی کلیم گفت خدایا نماز خواندم. گفت نماز برای خودت توشه برای آخرتت است. روزه گرفتم، روزه سپر از آتش دوزخ است. حج رفتم، هر یک عبادتی که بیان میکرد الله او را چیکار کرد؟ محبوبه. یک چه بیان نکرد. بعدا موسی کلیم گفت یا الله گفت کدام عمل بهترین عمل و به سوی تو مقبول تر است؟ الله ذوالجلال به کلام و به زبان، به حرف و به آواز بیان کردن که آیا در تمام عمرت عمل را دوست داشته ای به خاطر من و کسی را بد دیده ای به خاطر من؟ از این حضرت موسی کلیم فهمید که دوست داشته ترین عمل به سوی پروردگار دوست داشتنی به خاطر الله و بد دیدنی به خاطر الله است. انشاءالله که این دوست داشتن و این استقبال گرم و جوشان و این تلاطمی که الحال است، این به خاطر محبت است، وگرنه به خاطر الله است که از سخن یعنی علما قال الله و قال رسول است. حدیث دیگر ابو ادریس خولانی رضی الله تعالی عنه از جمله تابعین است. یعنی برادرای عزیز، تابعین کسی را میگن که پیامبر با چشم سر ندیده است و صحابه ها را دیده است. این را تابعین میگویند. یعنی صحابه کسی که در صحبت رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود، اگر چنده که 10 دقیقه 5 دقیقه هم که در صحبت پیامبر باشه، شرط یکم دیداری پیامبر، شرط دوم به ایمان بدن، شرط سوم به ایمان رفتن. انا همین 3 شرط در کدام کسی که وجود داشته باشد او را صحابه گفته میشه. به ایمان باشد، به ایمان رود و دیداری پیامبر. دشمنای پیامبر دیده بودن لیکن او را صحابه گفته نمی شود، چون که به ایمان رفتن، چون که ایمان نداشتن. و اون که ایمان داشت در زمان پیامبر به ایمان بود، به ایمان هم رفتو اما دیدار پیامبر نصیب نشیده بود، او را هم صحابه گفته نمیشه، او را تابعین گفته می شود. مثل حضرت ویس قرنی، حضرت سلطان ویس قرنی هم در عصر زمان پیامبر بود، به ایمان بود، به ایمان رفت اما دیدار نصیب نشیده بود. برای همین خاطر او را صحابه گفته نمیشه بلکه تابعین گفته میشه. ابو ادریس خولانی هم تابعین بودند. بیان میکند حضرت که سفر دمشق داشتم، دمشق سوریه امروزه. در مسجد داخل شدم، در مسجد پر از جوانمردها، همه مردم با سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم مزین بودند، یعنی همه سر و لباسشان سنتی بود.
خلق زیاد، انبوه زیاد، مثل امروزه همین انبوهی که در شما هست. بعدا بین مردم سوال و جواب سر شد، پرسش و پاسخ. سوال میدادن، جواب ها میشنیدن. در کدام سوال و جوابی که مردم عاجز می آمدن، همه گشته به یک طرف نگاه میکردن. در اونجا میگه نگاه کردم یک شخص موی سفید، ریشی سفید، لباسهای سفید، بسیار نورانه، با وجود موی سفید بودن، دندانهاش سفید بود. میگن برقت ثنایاه، دندانهای پیشش جلو میداد از سفیدی. وقتی که از او میپرسیدن و او جواب مسئله را میداد که همراه رسول خدا بودم صلی الله علیه وسلم، چنین و چنان گو. وقتی که حدیث بیان میکرد همه قانع میشیدن، همه قبول میکردن. بعدا ابو ادریس خولانی حضرت میگه یک نفر دربر من بود، او را آهسته پرسیدم که برادر جان، این نفر کی هست که همه سوال ها را جواب میگوید و هر چی که جواب میگوید همه قبول میکنند و هر بار که نام پیامبر خدا را میگیرد اشک در چشمهاش حلقه میزند، این کیست؟ میگه اون نفر به من نگاه کرد، گفت وای حکا، وای بر حال تو نمیشناسی این کی است؟ گفتم نه والله که نمیدونم کی است. گفت این معاذ بن جبل میگویند. معاذ بن جبل صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم است. این نفری هست که در صحبت پیامبر بود، همراه رسول خدا در جهاد بود، همراه پیامبر خدا در همه حالتهای سبوکی و وزنی بود. این معاذ بن جبل میگویند. وقتی که میگه نام معاذ بن جبل که شنیده بودم، خواستم میگه از جای خود بلند شوم و به تمام آواز صدا بزنم که ای معاذ بن جبل، و والله قسم که به خاطر خدا من تو را دوست میدارم، اما میگه در بین مردم شرم کردم. بعدا نشستیم، میگه صحبت تمام شد، نماز صبحدم بود و در نماز بامداد به خود نقشه کشیدم که پیش از همه با مسجد بیایم، در بری مسجد ایستاد شوم تاریکا تاریک، معاذ بن جبل با بامداد خانی که بیاید در راه بقفم و بگم که حضرت در حق من دعای بکن، چون که تو در صحبت رسول خدا بودی. وقتی که میگه شب گذشت، او را دوست داشتم، عشقی و در دلم جا گرفت. وقتی که تاریکا تاریک صبح ندمیده به در مسجد آمدم، در مسجد که کشاده میکنم، میگه کیها معاذ بن جبل در مسجد در مراقبه نشسته و ذکر الله میکند و به ذکر خدا مشغول است و الله الله گفته قلبش صدا میدهد و به زبان و به قلب یاد خدا میکند. وقتی که میگه ایره دیدم حیران شدم که تو پیش از همه آمده است. نماز بامداد همه خواندن به جماعت، بعدا همه دعا گرفتن برآمده رفتن. آنگاه میگه نزدیک شدم، خیلی هم که سال رفته بودن، آمدم در نزدش نشستم، دستهاشو بوسه کردم معاذ بن جبل. بعد از آن گفتم که معاذ بن جبل، ای صحابه پیامبر، تو شخصی خوشبخته هستی که این چشمهای تو رسول خدا را دیده است، این دستهای تو دستهای پیامبر قبیده است. تو خوشبختترین انسان هستی که در زمان پیامبر بودی، همراه رسول اکرم بودی. و مقصدم همین که به خدا قسم که ای معاذ بن جبل، تو را من به خاطر خدا دوست می‌دارم. بعد از آن میگه معاذ بن جبل مرا در آغوش گرفت و در بر خود نشان، گفت اکنون به نزد من بیا، یک حدیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان میکنم. میگه نزدیک شدم، معاذ بن جبل گفت که یک روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بین اهل اصحاب میگه گفت که از نام الله ذوالجلال حدیث بیان کرد. حدیثی را که پیامبر از نام خدا بیان کند او را حدیث قدسی میگویم برادران. حدیث قدسی در قرآن نیست، اما پیامبر از نام خدا بیان میکند که خدا چنین میگوید،
میگه روز پیامبری صلی الله علیه وسلم به اهل اصحاب گفت که الله ذوالجلال میگوید به کام و به زبان به حرف و به آواز که وجبت محبتی للمتحابین فیه وللمتزاورین فیه وللمتبادلین فیه وللمتجالسین فیه. میگه پیامبر گفت، معاذ بن جبل با ابو ادریس خولانی گفته است، پیامبر گفت که ای مردم صحابه ها، الله ذوالجلال میفرماید که واجب است محبت اون نفرهایی که دوست داشتن اونها به خاطر الله باشد. یعنی اگر در دنیا دو نفر یکدیگر را دوست بدارن، دوست داریشان به خاطر خدا باشد، خدا میگوید که بر من ضرور است که من این دو نفر را دوست بدارم. وجبت محبتی للمتحابین فیه. اگر دوست داشتن به خاطر خدا باشد، خدا ما و شما را دوست می‌دارد. للمتحابین و للمتزاورین فیه. باز پیامبر گفت که خدا میگوید که وجبت محبتی، واجب است محبت اون نفرهایی که زیارتشان به خاطر الله باشد، دوست داشتنشان به خاطر الله باشد، زیارتشان به خاطر الله باشد. وللمتجالسین فیه. باز پیامبر گفت که خدا میگوید که وجبت محبتی للمتجالسین فیه. خدا میگوید که واجب است محبتی من بر نفرهایی که همنشینیشان به خاطر الله باشد، به خاطر دیگر چیز نباشد، به خاطر دنیا نباشد، به خاطر الله باشد همنشینی. و چهارم پیامبر گفت که الله ذوالجلال میفرماید که وجبت محبتی للمتبادلین فیه. واجب است محبتی من بر نفرهایی که بذل و صرف و خرج اونها به خاطر من باشد. خدا میگوید یعنی انا همین چهار شرط در کنونی که باشد، خدا میگوید که واجب است که من اون نفرها را دوست بدارم. همین چهار شرط چی بود؟ دوست داشتن به خاطر خدا، زیارت به خاطر خدا، صرف و خرج به خاطر خدا، همنشینی به خاطر خدا باشد. خدا وعده داد که من اونها را دوست میدارم. الحمدلله که انشاءالله که گمانم 100% همین است که همنشینی ما و شما فقط به خاطر الله است، دیگر به خاطر چیز دیگری نیست. ما یا حاجی نه منصب دارد، نه پاچو است، نه وزیر است، نه هیچی ندارد. محبتی که شما دارین به خاطر الله است و محبتی که ما هم به شما داریم که دوستان میداریم الان میبینیم این جمع به محبت، این هم به خاطر الله است. دوست داشتن به خاطر الله، همنشینی هم به خاطر الله. همین نشست ما به خاطر الله است. وگرنه اگر به توفیق باشد بگی چیکارش میکنم، میرم یک کچ پهلو کردن، یک کینو تماشا میکنم، میشینم در خانه یا میرم در یک قدیره میگردن موجود گرنگ گرنگ. خب همنشینی به خاطر الله، دوست داشتن به خاطر الله. و این برادری که صرف خرج افطار برای همه این مسلمان ها کرده است، این هم به خاطر الله است و زیارت به خاطر الله. انا همین چهار نعمت الله انشاءالله که دیده شدن که خدا خواهد در ما و شما انشاءالله که هست. دوست می‌داریم به خاطر خدا، همنشینی به خاطر خدا، زیارت به خاطر خدا، خرج به خاطر خدا. اگر این چهار تا که باشد، خدا خود وعده داده است که بر من واجب است که این گروه مسلمان ها را دوست بدارم. خداوند همه ما و شما را توفیق و هدایت نصیب و روزی بگرداند. محبت ایمان و اسلام و قرآن را در قلب‌های ما جایگزین بگرداند. وسوسه های شیطنت و فتنه ها را خداوند از ما و شما دور بسازد. و الله ذوالجلال در این ماه شریف رمضان روزه و تراویح و تسابیح و ختم قرآن ما و شما را قبول بفرماید. بیماری های ما و شما را شفای کامل و عاجل عطا بکند. اون نفرهایی که کارهاشان ناخوب است، خداوند در کسب و کارشان کشایش عطا بفرماید، توفیق هدایت عطا بفرماید و همه ما و شما را سربلندی دنیا و آخرت نصیب روزی بگرداند. یا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضور محترم، برادران عزیز و گرامی، قبلا همه شما را به این ماه مبارک رمضان و به این محفلی از ابتدا تا انتها پر از اجر و ثواب تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگاری که بسیار بسیار مهربان و بینهایت پوزش پذیر است. خواهان او هستم که الله مهربان داشتن این ماه مبارک را از شما قبول می‌فرماید و الله مهربان که این ماه قبول توبه و قبول دعا است. خداوند باز هم محبت های شما را، اخلاص های شما را به سوی ذات خودش، به سوی شریعتش بیشتر گرداند. اون تمنیات و اون خواهشاتی که در قلب های شماست الله با فضل و کرم خود حاصل گرداند و مشکلات های این غربت و این غریبی را الله بر یکایک شما آسان گرداند و همه آن سختی های را که چی در عبادت دارین چی در زندگی دارین الله مهربان با فضل کرم خود برطرف بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. برادران عزیز و گرامی، از آن که در حضور شماییم، از آن که با شماییم، والله خیلی و خیلی خرسندم هستیم و در هیجانم هستیم و از خداوند خواهان او میشویم که آن برادرانی که برای دعوت ما بندگانش سعی کردن، کوشش کردن تا ما یک لحظه یا چند روزه با شما باشیم
خداوند عزتشان دنیا و آخرت در بلند کند که همین زیب گویم تاجیکی کده گویم زیب پولداری هم همون نفری دارد که مبلغش برای خدمت راه خدا میبخشد. پولداری هم زیب همون نفرهایی هستند که خدا به اونها همون سرشته پول دادگی است. الله عمرهاشون را دراز کند که چقدر جوانمردی است برادر عزیز و گرامی که اینقدر در ذهنهای این بنده های خدا، در فکرهای این بنده های خدا وقتی این می آید که ما باید فلانی 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 را دعوت کنیم تا با برادران ما صحبت داشته باشند تا یک برای روح بلندی این بنده های خدا نفس جا باشند. باز از الله همیشه خواهان او هستند که خداوند در برابر آن که به اینها ثروت می‌دهد خدا باز هم تقواهاشون خدا ترسشون زیاد می‌کند. بعدا برادران عزیز و گرامی میخواستم یک حدیثی را در یک دقیقه های اندکی برای شما معنی داد کنیم و بعدا خدا خواهد باز الله نصیب کرده باشد با شما صحبت هامون با شما مصلحت هامون خدا خواهد دوام میگیرد. حیف عمری که همه در پی غفلت گذرد، حیف عمری که همه در پی غفلت گذرد، به گرفتاری دنیا و به کلفت گذرد. خوش همان عمر که در صحبت مردان خدا با خداجوی و به هر اهل محبت گذرد. به زبان ذکر بدیر فکر شهودی ذاتش این چنین تا دم آخر به عبادت گذرد. خدا